اسرار سلامتی تن و روان، برنامه‌ای از دکتر آتوسا مهدوی. دکتر آتوسا مهدوی کایروپرکتر و بورد سرتیفاید در طب جایگزین، مشاور تندرستی و سلامتی و متخصص تغذیه، هر دوشنبه 9 شب و هر پنجشنبه 6 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس سری برنامه‌های خود را در خصوص درمان بیماری‌های چون آرتروز، دیسک، میگرن، سیاتیک، صدمات ناشی از ورزش، درمان جراحات از تصادفات اتومبیل و درمان بیماری‌های مزمن به شما تقدیم می‌کنند. با درود خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشید. برنامه اسرار سلامتی تن و روان رو خانم دکتر آتوسا مهدوی خدمتتون تقدیم میکنن. ایشون دارای دکترا در رشته کایروپرکتیک هستن و بورد سرتیفاید در اینتگریتیو و بورد ممبر هستن در همین طب و فارغ التحصیل در رشته یوگا هستن و مدیتیشن از هندوستان. خانم دکتر آتوسا مهدوی مشاور تندرستی و سلامتی هستند و متخصص تغذیه. ایشون همچنین آگاهی به طب طبیعی درمانی دارن و در طول 18 سال تجربهشون در کایروپرکتیک، فیزیکال تراپی و کلینیکال نوتریشن تا کنون به بیش از 4000 مریض و مراجعه کننده در زمینه بیماری‌های چون آرتروز، دیسک، میگرن، سیاتیک و صدمات ناشی از ورزش، تصادفات اتومبیل و مریضی‌هایی که به صورت مزمن در آمدن کمک کردن و اونها رو درمان کردن. شماره تلفن بیورلی هیلز کایرو مد ولنس رو خدمتتون یادآور میشم: 310 289 9770. beverlyhillskairomed.com رو هم فراموش نکنید. قطعه رو تقدیمتون میکنیم، اعلام برنامه دکتر مهدوی رو که دوشنبه های یک هفته در میون این شانس رو دارم که در خدمتشون باشم و برمیگردیم و امشب در ارتباط با ستون فقرات و مواردی که به اون مربوط میشه ما رو آگاه خواهند کرد. با ما همراه باشید. دکتر آتوسا مهدوی کایروپرکتر و بورد سرتیفاید در طب جایگزین، مشاور تندرستی و سلامتی و متخصص تغذیه، هر دوشنبه 9 شب و هر پنجشنبه 6 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس سری برنامه‌های خود را در خصوص درمان بیماری‌های چون آرتروز، دیسک، میگرن، سیاتیک، صدمات ناشی از ورزش، درمان جراحات از تصادفات اتومبیل و درمان بیماری‌های مزمن به شما تقدیم می‌کنند. خب برگشتیم خدمتون. خیر مقدمی دارم خدمت دکتر آتوسا مهدوی که محبت کردن در استودیو هستن و سپاسگزار و شکرگزار از حضور ایشون هستیم در این روزهای نزدیک به شکرگزاری. حالتون چطوره دکتر؟ متشکرم. سلام به خدمت شما و دوستان عزیز، بینندگان عزیز تلویزیون اندیشه. بسیارم ممنون و متشکر. برنامه گذشته شما من به نوبه خودم خیلی آموختم، قدردان هستم و شکرگزار افراد و کارشناسان پروفشنالی چون شما که در برنامه‌ها حضور پیدا می‌کنید در تلویزیون اندیشه که معنای بیشتری به این تلویزیون میبخشه. و اما بپردازیم به سوژه امروز، ستون فقرات، که به قول معروف میشه گفت که یکی از عناصری است که باعث ایستایی بدن انسان میشه و نقش بسیار بزرگی بازی میکنه و میگن چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند. قرارون هم ستون فقرات که سپاسگزار میشم یک مقدار ما رو آگاه بکنید که دردهای مختلفی که در کمر ایجاد میشه که مشکلات دیگه رو هم موجب میشه به چه دلایلی است و ستون فقرات در اینجا چه نقشی بازی میکنه؟ حتما. در طب وسترن مدیسن ستون فقرات یکی از مهمترین بخش‌های آناتومی بدن انسانه، به این دلیل که در حقیقت یکی از فاندامنتال ترین بخش‌های سیستم عصبی انسانه و
همون جوری که البته اینجا تو تصویر شاید دیده نشه، ولی مغز روی کاسه سر از دور نشون میدم که قشنگ مشخص شه. بله. یعنی در حقیقت مغز روی کاسه سر میشینه و بعد از اونجا یک سوراخی وجود داره که فورامن مگنم ما بهش میگیم، که از اون تو خود مغز در حقیقت ادامه پیدا میکنه و به صورت اسپاینال کورد از توی اون وارد ستون فقرات میشه و در حقیقت تمام سیستم ارتباطی بدن با مغز از طریق ستون فقرات داره انجام میشه و عصب‌هایی که در هر قسمتی از ستون فقرات انشعاب پیدا میکنه از همون اسپاینال کورد که باز کامیونیکیشن سنتر در حقیقت بدن هستش، با عصب‌های مختلف با تمام ارگان‌های متفاوت بدن مغز در تماس هست. یعنی تمام مسیج‌ها و پیام‌هایی که از مغز به تمام سلول‌های بدن میرسه و به تمام ارگان‌های بدن و قسمت‌های متفاوت بدن ارتباط داره از طریق سپاین داره انجام میشه و همینجور تمام پیام‌هایی که از اون عضوها و اون بخش‌های متفاوت بدن و سلول‌های متفاوت بدن مسیج هایی که باید به مغز بره از همین سپاینال نرو ها به توسط ستون فقرات به مغز ارتباط پیدا میکنن. به خاطر همینه که در بعضی از تراماها و یا تصادفات خیلی بد وقتی که ستون فقرات صدمه میخوره متاسفانه یه نفر یا از گردن به پایین فلجه یا از کمر به پایین فلج میشه. بنابراین نه تنها توی وسترن مدیسن همونجوری که شما هم یه اشاره بهش کردین یکی از مهمترین بخش‌های بدن هست کنترل اند کماند سنتر که مغز و ستون فقرات تمام سیستم عصبی شاملش هست، نه تنها در وسترن مدیسن بلکه در علم یوگا. علم یوگا و مدیتیشن ستون فقرات هم به عنوان مهمترین بخش بدن انسان شناخته شده، یعنی در یوگیک ساینسز. حالا در کایروپرکتیک که در حقیقت میشه گفتش که یک بخش کانسرواتیو وسترن مدیسن و یا آلترناتیو هستش توی وسترن مدیسن، چون کایروپرکتیک یه انشعابی از وسترن مدیسنه، منتها میاد به تمام بدن از دیدگاه آلترناتیو نگاه میکنه، چون اصلا ریشش در امریکا هستش، جزء ایسترن مدیسن به حساب نمیاد. ولی خیلی از بخش‌های فلسفه کایروپرکتیک از الهام گرفته شده از ایسترن مدیسن، به طوری که همونجوری که در یوگیک ساینسز ستون فقرات مهمترین قسمت بدن انسان هست، در کایروپرکتیک هم ستون فقرات یکی از یعنی در حقیقت مهمترین بخش در بدن انسان هستش. بنابراین شما اگر در نظر بگیرید که مثلا الکتریکال سیستم یک دستگاهی رو یا اصلا سیمکشی در داخل منزل یا هر جای دیگه‌ای که در حقیقت برق یا این انرژی برق که باعث میشه یک لامپی روشن بشه داره از توی این سیم ها حرکت میکنه، درسته؟ بنابراین اگر شما یک جایی توی این سیمکشی فشار وجود داشته باشه و یا یک شورتجی وجود داشته باشه، شما میبینید که یک نوسان‌هایی در نوری که به وجود هستش یا اینه که اصلا ارتباط قطع میشه، دیگه خاموش میشه. دقیقاً دیگه اون لامپ یا اون دستگاه تلویزیون حالا هرچی اصلا از کار میفته. این سیستم عصبی هم در بدن انسان که در حقیقت اون سیم ها رو شما مثل این عصب های که از ستون فقرات دارن خارج میشن نگاه بکنید. در رشته کایروپرکتیک این تئوری وجود داره و در حقیقت ثابت شده هم هست که شما اگر این ستون فقرات به علت متفاوتی به دلایل متفاوتی توش یک میسلاینمنت هایی به وجود بیاد و روی این عصب ها فشار گذاشته بشه، نه تنها به طور لوکال در اونجا درد و اینفلامیشن میتونه به وجود بیاد و در دراز مدت میتونه تبدیل بشه به آرترایتس و یا مسائل متفاوت که درد و مسائل مختلف رو در بر خواهد گرفت، بلکه اون عضوی از بدن که اون عصب به خصوص داره
باهاش ارتباط پیدا میکنه و در آناتومی و فیزیولوژی در کتاب‌های پزشکی این وجود داره که مثلا عصب دوم توراسیک اسپاین T2 میره تو قلب، یعنی با قلب در ارتباطه. یا عصب‌های دیگه مثلا T12 با کیدنی در ارتباطه. بنابراین فشار روی اون عصب مثل فشاری که روی اون سیم گذاشته شده و این شورتج به وجود میاد و در حقیقت در دراز مدت اون عضو که اون عصب باهاش با مغز همراه با اون عصب با اون عضو به خصوص در ارتباطه، کار اون عضو به خصوص هم در لولی که باید انجام بشه انجام نمیشه و در دراز مدت برای اون عضوهای متفاوت بدن هم مشکل به وجود میاد. چرا که میس کامیونیکیشن وجود داره و ارتباط مستقیم برقرار نمیشه. دقیقاً. یکی ارتباطی است که برقرار میشه و نمیشه. یعنی تو شورتج هست، نمیدونم دقیقاً چجوری کمبودی هست و یا میس کامیونیکیشن وجود داره، نارسایی های وجود داره، درسته، یا با اون سرعتی که باید بره نمیره، با اون افیشنسی که باید این کار انجام بشه انجام نمیشه و تمام این عصب‌ها انشعاب میشن به اعضای مختلف بدن. 100%. یعنی هیچ کدومش نیستش که به یکی از ارگان‌های بدن نره. عصب‌های پایین‌تر به پلویک فلور میرن، به دستگاه گوارشی و دستگاه‌های ریپروداکتیو سیستم میرن و هر چقدر بالاتره به ارگان‌های دیگه میرن، مثلا از توی گردن به تیروئید میرن، از توی توراسیک اسپاین به شش‌ها، به قلب، به پانکریاس، به استامک میرن و این در حقیقت یک چیزیه که در تکست بوک های آناتومی و فیزیولوژی هستش در مدیکال اسکول یا کاروپرکتیک اسکول و این یکی از این در حقیقت فاندامنتال تئوری در رشته کاروپرکتیکه. به همین دلیل کاروپرکترها خیلی هاشون فقط برای درد و یا الاین کردن اسپاین این کار انجام نمیدن. اونا میگن ما برای ولنس به طور کلی که ارگان‌های متفاوت بدن هم کارشون رو درست انجام بدن، ما میس الاینمنت ها رو، یعنی وقتی که این مهره جا به جا میشه و اونجا گیر میکنه و میبینید که چجوری روی این عصب میتونه فشار بذاره، ما با الاین کردن اسپاین و دوباره اینو سر جای خودش گذاشتن اون عصب رو آزاد میکنیم و اون به راحتی فشار رو از بین میبریم. اون کامیونیکیشنی که با اون ارگان به خصوص و مغز باید انجام بشه، این ارتباط به خوبی صورت میگیره و اون شورتج از بین میره. عصب‌ها به جای خودش دکتر مهدوی خب بسیار کمک رسان هستن و انشعاب پیدا میکنن به قسمت‌های مختلف و اعضای بدن، ولی خود سلامتی ستون فقرات هم بسیار مسئله مهمی است و دیسکایی که وجود داره که اون ناراحتی‌هایی که برای خود و اون جوانی رو باید حفظ بشه درش. سپاسگزار میشم در این مورد هم لطف کنید این مقدار توضیح بدید، چون وقتی زمانی که مهره‌ها به هم ساییده میشن یا اون دیسک از بین رفته، اون زمانی است که کمردردهای شدید رو افراد شاهد هستن. دقیقاً. اون صحبتی که کردیم یه مقداری من می‌خواستم فاندامنتال تئوری رشته کاروپرکتیک و در ارتباطش با یوگا رو توضیح بدم، ولی در زمینه خود ستون فقرات و مشکل‌هایی که برای خود ستون فقرات میتونه به وجود بیاد که بعد باعث درد و یا ناراحتی‌های در حقیقت مثلا از به خواب رفتگی دست و پا یا ضعیف شدن عضله‌های دست و پا یا مثلا بی‌حسیش به علاوه درد که یک مقداریش مربوط به دیسک میتونه باشه، یک مقداریش مربوط به عصب‌های مختلف میتونه باشه. یعنی سیمتوم هایی که اکثر افرادی که حالا به یک دلیلی ستون فقراتشون درگیر یک مشکلی شده، میتونه درد باشه، میتونه ویکنس باشه، ضعف باشه، یعنی ضعف در عضله‌های متفاوت، حالا یا عضله‌های دست و پا هستش یا عضله‌هایی هستش که مربوط به راه رفتن میشه یا گریپینگ، کارهای فانکشن‌های مختلفی که upper extremities و lower extremities انجام میده و یا خواب رفتگی بی‌حسی، مورمور شدن پینز و نیدلز که ما به اینا میگیم پرستیژیا و یا به دردی که به دلیل صدمات متفاوت و یا دیزیزها و کاندیشن‌های متفاوتی که ستون فقرات داره، دردهایی که از ستون فقرات میزنه به دست یا میزنه به پا که ما بعد به اونا میگیم رادیکولوپاتیز اور رادییتینگ پین. اینها در واقع دردهای تیز و
خیلی سریع هستن که پیش میان. درسته؟ ببینید اکسپریانسش برای آدم‌های مختلف میتونه فرق بکنه. خیلی وقتا میگن شارپ شوتینگ پین، ولی خیلی وقتا میتونه یه نگینگ پینی باشه که دائما از توی کمر یک نفر داره میره به طرف باسن و پشت پا و یا حتی پشت کف ماسلز، یعنی پشت پایین تر. کف ماسلز دقیقا نمیدونم به فارسی چی میشه. بنابراین ما کاندیشن های متفاوتی داریم که میتونه باعث این سیمتوم های شبیه بشه که افراد متفاوت به طور کاملی این رو اکسپریانس میکنن و یا تجربه میکنن. اولا از اینی که از ساده ترینش شروع بکنیم که در خیلی از جوان ها میتونه اتفاق بیفته یا در افرادی که ورزش میکنن میتونه اتفاق بیفته. یکیش گرفتگی عضلانیه، ماسل اسپازم، یعنی فقط عضله ها به یک دلیلی، حالا یک نفر رفته تنیس خیلی بازی کرده تو ویکند و بدنش به اندازه کافی گرم نبوده، نرمش نکرده به اندازه کافی، یا رفته بسکتبال یا والیبال یا رفته کوهنوردی، چیزهای از این قبیل. و اتفاقی که میفته چون این شخص به خصوص نرمش نمیکنه و یا به طور مدام عضله‌هاش فلکسیبیلیتی لازم رو ندارن، انعطاف پذیری ندارن و یا از دست دادن، این به علت اون اکتیویتی به خصوص حالا عضله‌ها حسابی سفت میشن و اسپازم پیدا میکنن، گرفتگی پیدا میکنن و باعث درد میشه که کار کردن روی عضله‌ها و اینی که در حقیقت باعث بشه که اسپازم از بین بره. بهترین راهش دیپ تیشو ماساژه، فیزیکال تراپیه، مثلا الکتریکال استیمولیشن، هات پکس، کولد پکس، نرمش خیلی سریع میشه این اسپازمو از بین برد، یعنی گرفتگی عضلانی رو از بین برد. این یکیه به طور خیلی مختصر اگه بخوام توضیح بدم. یکی دیگه یه مقداری باید در حقیقت هیستوری یک صدمه‌ای باشه که میتونیم بگیم یک ورزشی، بازم حتی بسکتبال که یک ترو شدیده و توپی رو خیلی شدید میدازن، یا مثلا توی بیسبال یه حرکت خیلی سریع و ناجور، و یا توی مثلا ساکر که باعث ما بهش میگیم sprain strain باز هم شامله، یعنی اون تیشوهایی که مجروح میشن عضله ها، لیگامنت ها و تاندون ها هستن و وقتی که کشیدگی بیش از اندازه روی اینا وجود داره و یا پیش میاد، یعنی به طور خیلی شدید یا سریع یک حرکتی انجام میشه، حالا یا رکتبال، تنیس، بسکتبال، هرچی، تو سپورتس اینجوریز خیلی اتفاق میفته. یا اینی که نه، یک شخصی مسافرت میره و هی این کریانش رو مجبوره حمل بکنه و در دراز مدت به طور رپتیتیو این تراما داره اتفاق میفته. این در حقیقت کار کشیدن از یک عضله به خصوص و یا یک ماهیچه به خصوص در یک ناحیه به خصوصی باعث کشیدن بیش از اندازه اون میشه و یا کانترکشن زیاد که میتونه باعث مایکروسکوپیک تر بشه توی فایبرهای عضلانی، تاندون ها و یا لیگامنت ها. این مایکروسکوپیک تر یعنی پاره شدن کوچولوی ماکروسکوپیک یعنی میکروسکوپیک یعنی خیلی کوچولو، چون عضله های در حقیقت فایبرهای عضله ها و تاندون ها و لیگامنت ها هر استرندش مثلا تیکنس یه موه. اوکی، بنابراین پاره که میشه مثلا این فایبرهای یه قسمتی کوچولو پاره شده و این درد آغاز این به این ما میگیم sprain strain که باعث درد میشه، باعث اینفلامیشن توی اون ناحیه میشه. در شدیدترین وجهش شما میتونین پارگی کامل یه عضله رو داشته باشین، ولی اون دیگه third degree sprain strain هستش. در دیگری های خیلی پایین ترش کشیدگی های خیلی در قد کم هستش که ما بهش میگیم mild یا slight که باز هم با فیزیکال تراپی، با کایروپرکتیک تریتمنت، دیپ تیشو ماساژ، تریگر پوینت تراپی یا مایوفاشیال ریلیس ورک که
راستش من اکویولنت مایوفاشیال ریلیز پوینت و تریگر پوینت تراپی و اینا رو متاسفانه نمیدونم که با این یه چند تا تریتمنت این سپرین استرین هم میتونه خوب بشه. بعد بسته به اینی که کجا هست، شاید دکتر شما، کاروپرکتور شما یا فیزیکال تراپی شما به شما بریس هم بده یا رپ بکنه اون ناحیه رو. این کار هم میتونه به طور اکیوت اگر باشه، رپینگ و اینها هم میتونه اتفاق بیفته که از حرکت زیاد برای یک مدتی جلوگیری میشه. ایمیدیتلی آیس انجام میشه، تراپیتیک اولتراساند ایمیدیتلی روی این ها میتونه انجام بشه. این اتفاق برای گردن و کمر هم میتونه بیفته. یعنی سپرین استرین خیلی وقتا در تصادفات اتفاق میفته. حالا تصادفاتی که یا به دلیل تصادفات ماشین هست و یا زمین خوردن هست و هر گونه حرکتی که در حقیقت به ویپلش یعنی یک حرکت شدید اسپاین که درست مثل این میمونه که شما یک کمربند یا لشی رو اینجوری شدید ویپ میکنید که تصادفات اتفاق میفته. ضربه شدیده که گردن و یا کمر اینجوری جلو عقب میشه و باعث سپرین استرین عضلات، لیگامنت ها و تاندون های ستون فقرات، حالا یا در ناحیه گردن یا در ناحیه آپر بک، میدل بک یا در لور بک اتفاق میفته. به همین نسبت اگر شما به هر دلیلی زمین خورده باشین و به صورت خیلی ایمپکتفول با زمین برخورد کرده باشین، ناگهانی و خیلی شدید، باز در ناحیه‌های متفاوت ستون فقراتتون شما میتونید سپرین استرین داشته باشین. یا یه چیز سنگین بلند کنید، یا بدن شما گرم نیست، آمادگی اینو نداره، یا به صورت اصولا استیفنس وجود داره در بدن شما، انعطاف پذیری، فلکسیبیلیتی وجود نداره. شما مثلا روی این صندلی نشستین، یه چیزی روی زمین اینجوری میچرخید که این رو میگیره و این باز در اثر سپرین استرین میتونه سپرین استرین باشه و یا میتونه فقط گرفتگی عضلانی باشه، اون چیزی که اول راجبش صحبت کردیم. بعد و همه اینها توسط علم کایروپرکتیک میتونه درمان پیدا بکنه بر حسب اون در واقع مشکلی که در بدن به وجود اومده و اون هیجان ناگهانی که در بدن ایجاد شده. درسته؟ 100%. خودش یک شوک و هیجان ناگهانی میتونه. ببینید شوک خودش یک مسئله است و شوک بیشتر توی تراما باعثش تراما هستش. شوکی که به سیستم عصبی وارد میشه بیشتر تو تصادفات وجود داره و یا توی ضربه های ناگهانی وجود داره. مثلا فوتبال پلیرها که یهویی توپ بیسبال یا فوتبال محکم میخوره به سرشون و یه شوک عصبی به سیستم وارد میشه. در این حال تراما اینوالوود هست تو مسائلی که با همراه با شوک عصبی هستش. در تصادفات اون شوک اولیه باعث میشه سیمپاتیک نروس سیستم که همون فایت اند فلایت هست، همون شوکی که شما میگین در تراما و بیشتر تصادفات اتفاق میفته. یا حتی افرادی که در سولجرها که میرن جنگ و سربازها و مثلا صدمه‌ای که میخورن به علت این بوده که یک بمب در ناحیه‌ای که اون شوک ویو هایی که ارتعاشی که به وجود اومده باز باعث شوک سیستم عصبی میشه. در تصادفات هم این وجود داره. در حقیقت ما افرادی که این شوک عصبی به صورت خیلی شدیدی در صدمات متفاوت بهشون وارد شده، ما به اینا میگیم که پست تروماتیک استرس سیندروم دارن. حالا در تصادف اگر هستن به علت اون ناگهانی تصادف دوتا ماشین که به هم میخورن، سیستم عصبی میره توی فایت اند فلایت یا سیمپاتیک ریسپاند که باعث میشه سیستم عصبی به اون هیجانی که شما میگین میرسه. تپش قلب میره بالا، فشار خون میره بالا، عضله ها سفت میشه، به دلیل اینکه این تو دی ان ای انسان ها وجود داره از زمانی که پریمیتیو بودن و حالت فایت یا فلایت برای مواجه شدن با تمام مسائل متفاوتی که حیات اونها رو به خطر مینداخته. ولی این در دی ان ای ما وجود داره و امروزه ما در مسائلی مثل تصادف، مثل همون جاهایی مثلا چیزایی مثل جنگ، مثل natural disasters که ما با یک چیزی که حیاتمون رو به خطر انداخته مواجه هستیم و این شوک عصبی به ما وارد میشه، اون یک بخشی هستش که باعث گرفتگی عضلانی
میتونه باشه و این نرو سیستم که به اون حالت هیجان زده و یا شوک میرسه، اون سیمپاتیک ریسپاند، فایت اند فلایت، گرفتگی عضلانی خودش یک بخشش هست، ولی اون ناراحتی عصبی هم که به سیستم عصبی وارد شده و در ذهن و روح اون انسان هم دائما مثل یه سیکل ویشس سایکل، یه سیکل ویشس یا نگاتیو، مرتب در تکرار، هی در تکراره، هی این تکرار میشه در ذهنش که چه اتفاقی براش افتاده و افکار خودش هی اینو تکرار میکنه و بعد از لحاظ فیزیولوژیکلی این الان ثابت شده که شما هر چقدر نگاتیو در ذهنتون در جریان باشه، افکار نگاتیو، چقدر روی فیزیولوژی شما تاثیر میذاره و به همین دلیل کسی که اون درد و یا جراحتی که داره همراه با درد همراه با شوک عصبی بوده، مسئله روح و روان و ذهن اونم خیلی مهمه که کار باهاش انجام بشه. اینجا هستش که ما یوگا و مدیتیشن رو باز میاریم وسط. بسیارم جالب و به دلیل گستردگی اطلاعاتی که شما داریم من فکر کنم افرادی که به دلیل اون درد ستون فقرات به شما مراجعه میکنن موارد دیگری رو هم شما به این کار اضافه میکنید، از لحاظ درمان، چه از لحاظ رژیم غذایی که اونها باید رعایت بکنن، چه از لحاظ اون آرامشی که بهشون داده میشه، از لحاظ روح و روان، که همه اینها در کنار هم قرار بگیره و یک در واقع بهبودی خوبی رو حاصل بکنه، چون لازم و ملزوم هم هستن. جالبه که اشاره میکردید در برنامه گذشته که به کل باید نگاه کرد، بعد جزء رو دید، در قسمت‌های مختلف بعد این اجزا رو درست کرد و بعد کلیات رو بهش پرداخت که اون بهبودی رو بشه راحت‌تر حاصل کرد. من پیشنهاد میکنم دوستان عزیزی که سوال دارن از خانم دکتر مهدوی تماس بگیرن به استودیو، سوالات خودشون رو چه در مورد دردهایی که وجود داره در ناحیه ستون فقرات و یا چه در ارتباط با میگرن و موارد این چنینی ازشون بپرسن. دنیای از اطلاعات رو ایشون برای ما دارن در این برنامه و من به نوبه خودم خیلی لذت میبرم از گفتگو با شما که اینقدر مسلط هستید و اینقدر زیبا سخن میگید. اگر موافق باشید میریم به یک بریک کوتاه میپردازیم. من شماره تلفن خانم دکتر آتوسا مهدوی رو خدمتتون عرض میکنم. ایشون دکترا دارن در رشته کاروپرکتیک و بورد سرتیفاید هستن در اینتگراتیو و بورد ممبر هستن و همچنین فارغ التحصیل در رشته یوگا و مدیتیشن هستن. شماره تلفن مطب ایشون رو خدمتتون عرض میکنم 310 289 97 70. با ما همراه باشید. اسرار سلامتی تن و روان، برنامه‌ای از دکتر آتوسا مهدوی. دکتر آتوسا مهدوی کایروپرکتر و بورد سرتیفاید در طب جایگزین، مشاور تندرستی و سلامتی و متخصص تغذیه، هر دوشنبه 9 شب و هر پنجشنبه 6 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس سری برنامه‌های خود را در خصوص درمان بیماری‌های چون آرتروز، دیسک، میگرن، سیاتیک، صدمات ناشی از ورزش، درمان جراحات از تصادفات اتومبیل و درمان بیماری‌های مزمن به شما تقدیم می‌کنند. شما بینندگان عزیز و ارجمند، خانم دکتر آتوسا مهدوی دارای دکترا در رشته